بچه‌ها من امروز میخواستم با اون پیگلین حرف بزنم، ولی اون اصلا با من صحبت نمی‌کنه. بخاطر همین گفتم بیا یه کله پیگلی بزنم و خودم برم جلوش ببینم چی میگه. داداش بله سلام و درد چی میخوای جون من؟ میگم داشت تو چرا قد طلا برات مهمه؟ مگه تو پیگلین نیستی؟ میگم داداش خب الان تو چرا بیرونی ها؟ من دوست دارم بیام بیرون، به تو هیچ ربط. داداش میخوای چهره واقعی منو ببینی؟ آره چطور؟ تو استودی؟ میخواستم بهت بگم چرا انقدر طلا برات مهمه. خب ما از طلا برای چیز زیادی استفاده میکنیم. خفه شو بابا دیوس، اصلا درست جواب نمیده. نتیجه اخلاقی این ویدیو: هیچ وقت با پیگلینا حرف نزنید. خدافظ.